بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، سلام بر شما دوستدار امت مصطفی محترم حاج میرزا. از شما خواهش و التماس میکنم که با این سوال من جواب دهید. بگویید که برای چی در دین اسلام 4 مذهب است و برای چی ما محض در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هستیم؟ این 4 مذهب از یکدیگر چی فرق دارند و مذهب شیعه چگونه مذهب است؟ و باز التماس میکنم بگویید که علم لدونی چگونه علم است؟ علم لدونی علمی هست که ما و شما وقتی دعا میکنیم خداوند بر این بنده خود علم لدون نصیب بگردان، این علم خداداد میگویند. در تفسیر در معنای علم لدونی میاد که علمی که به استاد خدا بر تو یکی نصیب میکند. یک علم غیبی را علم لدونی میگویند. و چرا در اسلام 4 مذهب است و چرا ما مردم تاجیکستان در مذهب امام اعظم یعنی ابو حنیفه هستیم؟ سوال کردن. من این جواب یعنی به شما حواله میکنم که اگر من در باب فضیلت های امام اعظم 3 جمعه صحبت داشتم، میتوانی که با همون نوارها با همون کسیته ها مراجعت کنی، انشاءالله میفهمی که چرا 4 مذهب در اسلام پیدا شد، سببش در چیز از اونها تو برخوردار میشوی. و چرا مردم تاجیکستان در مذهب ابو حنیفه هستند؟ این سوال باید که ما و شما از کیها پرسیم، عدد ندارند. افغانستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام اعظم اختیار کردند؟ هندوستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام ابو حنیفه را اختیار کردند؟ مصر، سوریه، ترکیه، ترکستان شرقی، عراق، همه این دولت های هستند که همه پیرو مذهب ابو حنیفه هستند. اونها را پرسیم برای چی مذهب ابو حنیفه را اختیار کردیم؟ جوابش به همه انسان معلوم است، زیرا وی رئیس مذهب هاست. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله البته در بین امام ها فرق کننده بود، علم زیاد داشتند. چرا امروز در اطراف همان داملاهای ما و شما جمع میشویم که آنها علم دارند؟ ببینید، هست انسان هایی که علم ندارند، کسی از پس اونها نمی رود، کسی با آنها گوش هم نمی کند. از این معلوم بشید است که امام اعظم یعنی خیلی برتری داشته است که امروز اکثر دنیا پیروی مذهب امام اعظم هستند. و باید که امروز مردم تاجیکستان ما از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. باید که امروز ضرور است. جوانای عزیز، باز مراجعت میکنم، من جمعه پیشین گفته بودم، باز میگویم، از همین مذهب بیرون نشوید. بهترین مذهب است، بهترین روش است و امروز به نهایت برای آرامی تاجیکستان به نهایت مساعدت میکند. هیچ فتنه دیگر نمیخیزد. کسی که امروز طرفدار آرامی تاجیکستان است، کسی که امروز طرفدار نمی کشاده بودن مسجد هاست، کشاده بودن مدرسه هاست، باید که از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. فریفته این بعضی گروه هایی که برآمدن فریفته اینها نشوید. بذارین اونها کدام راهی که رفتن گیرند، شما پیروی اونها نشوید. فقط و فقط کوشش کنین از مذهب همین امام اعظم بیرون نشوید. ان شاء الله به نهایت نیکبختی های زیاد برای شما پیدا میکند. چقدر عالم ها، چقدر مفسر ها پیروی مذهب امام اعظم هستند. و شیعه چگونه مذهب است؟ این شیعه مذهب هم نیست، این یک رویه خیلی غلط و خطایی هست. اگرچند که امروز مبلغای شیعه وجود دارد که مردم هم میخواهند شیعه کنند، خدا از این پناه طلب کردن در کار. در مذهب امام شافعی بودن غلط نیست، در مذهب امام احمد حنبل بودن غلط نیست، در مذهب امام مالک بودن غلط نیست، لیکن شیعه بودن بالکل غلط است. بسیار راهی خطر است. این راه را برای خودتان اختیار نکنید. بسیار راهی وزنین است. ما از زبان اونها چنان سخنهای شنیدگی هستیم که باور کنین اگر من در بین شما اعلان کنم همه شما با اونها لعنت میفرستید. بسیار سخنهای قبیح میگویند.
بسیار دشنامه‌های بی‌نهایت بیجا می‌دهند. از این خاطر هیچگاه شیعه را به زبانتان نرانید، پناه به سوی خدا از این رویه کنید.